خب بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب و احترام دارم خدمت یکایی که دوستان و عزیزانی که صدای بنده رو شنوا هستند. در ادامه کلاسامون، در ادامه آموزشامون باید خدمتتون عرض بکنم که ما نیاز پیدا میکنیم بعضاً به یک تعداد مواردی که در چارتمون ضعف پیدا کرده. خب فرض مثال، حالا من چارتم رو تغییر میدم که براتون این موضوع رو بهتر نشون بدم. خب فرض مثال ما یک طالعی داریم که در واقع طالع چارت تولد ترسیم شده. خب شخص در شرف زحل قرار داره، یا زحل در چارت جایگاهش یک مرحله خاصی قرار گرفته از درجات که روی شخصیت تأثیر گذاشته، یعنی شخصیت رو به یک شخصیت پرخاشگر، یک شخصیت جنگجو طلبی و کینه‌دوز در واقع به بار میاره و اثرات منفی خودش رو زحل در حالت شرفش روی شخص میذاره. حالا اگر حبود کرده بود یا در یک درجه در یک برج خاصی بود که بدحال بود یا رجعت کرده بود، این اثرات رو نداشت. خب شخص باید الان چیکار بکنه که از این آسیب‌های سیاره‌ای در امان بمونه، یعنی این خاصیت‌های خودش رو خب کنترل بتونه بکنه. الان من شرف زحل دارم، خب میخوام این رو کنترل بکنم. راهش چیه؟ یا در مراحل دیگر اگر بخوام که براتون بیشتر این موضوع رو توضیح بدم، ببینید الان در خونه ششم ما عطارد و زحل وجود داره. خب هر دو آسیب دیدن و یا اصلا در یک درجه خاصی قرار گرفتن یا حالشون خیلی خوبه. خب اینها تأثیرات میذاره. زمانی که زمان میگذره و این چارت به گردش در میاد و در این خونه ها در این درجات در واقع عطارد یا زحلی که در چارت تولد ما وجود داشت تأثیرات بسزایی در نوع بیماری های ما ایجاد میکنند. خب ما چه راهکاری وجود داره که در علم نجوم بتونیم اینها رو کنترل بکنیم، هم اثرات مثبتش رو هم اثرات منفیش رو؟ این خودش حالا منجمین ما اومدن راهکارهای بسیار بسیار زیادی رو تعریف کردن براش، راهکارهای بسیار عمیقی رو براش تعریف کردن که حالا در طول دورمون، در طول کلاس همون قراره با احجاب سبعه آشنا بشیم و بدونیم که چارتی که آسیب میبینه اولا درمان نداره، جبر شده، نجوم جبرگرایی هست. خب درمان قطعی نداره، منتها با استفاده از یک تعداد ادعیه ها میتونیم که در واقع راهکارهای گذری در مواقع خاصی اجرا بکنیم که اینها بیش از حد طغیان نکنند. یعنی مثال میگم یک بیماری بیش از حد تهدید نکنه وجود ما رو، یا بیشتر اگر بخوایم توضیح بدیم حرکت کواکب روی منش ما، روی اخلاق ما، روی بدن ما، روحیات ما، خواسته های ما تأثیرات ناگهانی نگذاشته باشه، یعنی نتونه بذاره. خب پس عملا درمان قطعی نداره. کسی که در یک موقع مثال میگم قمر عقرب به دنیا میاد، یا نفری که در یک شرف خاصی، در یک حبوط خاصی یا در یک موقع خاصی به دنیا اومده که خاصیت‌های خوبی و یا بد اون سیاره رو به همراه داره، این مادام العمر با او همراهه و به خاطر اینه که ما این همه شخصیت داریم، این همه جنبه‌های مختلفی داریم که در واقع همه انسان‌ها یکسان نیستند. به یکی میگیم این اخلاقش خوبه، به یکی میگیم این مثال میگم میتونست یک نظامی خوبی باشه، آقای فلانی میتونه یه مهندس خوبی باشه، خانم فلانی دکتر میتونه باشه. اینها هستند که در واقع اثرات کواکب هستند که روی شخصیت ما، دانش ما
رفتار و منش ما تأثیر میذارن. خب منی که زحل در شرف خودم دارم، حالا زحل رو مثال میزنم چون در مواقعی همه ما با زحل مشکل داریم، خب و فکر میکنیم که این همیشه بدیهای خاص خودش رو روی ما تحمیل میکنه، ولی اینجوری نیست. مثال میگم خود قمر، خب اصلا باشد که در برج شرف خودش باشه، در برج دوم باشه، خب حتی اگر قمر در شرف خودش باشه ممکنه تأثیراتی از دیگر سیاره ها نسبت به نظراتش، خب که با هم دیگه صحبت کردیم، یک تعداد نظراتی به خودش بگیره که خیلی خیلی هم چیه مخرب باشه. یعنی همه شرفا خوب نیستن، همه حبودها هم بد نیستند. یعنی نه خوب داریم نه بد داریم. یک سیاره ممکنه برای یک شخص در حالت حبود هم اثرات مثبت داشته باشه، یک سیاره ممکنه در حالت شرف خودش اثرات منفی داشته باشه و برعکس. یعنی چی؟ یعنی ممکنه نسبت به اتصالات، نسبت به در واقع نظرات کواکب به همدیگه در درجات خاص آسترونومی اونها ما رو تحت تاثیر قرار بده و بهترین راهکاری که در طول تاریخ بشر تونسته در واقع خودش رو با اون توجیه بکنه تا اثرات مثبت یا منفی کواکب رو کنترل بتونه بکنه، احجاب سبعه هست که این احجاب سبعه قدمتی به تاریخ بشریت داره. بعضا با اشکال کواکب که با عنوان امضای کواکب همه دوستان آشنا هستند با این موضوع که من نمیخوام وارد بحث اشکال کواکب بشم. بعضا با موضوع ادعیه نویسی و یا هرز نویسی. مثلا میگم ما الان هرز امام جواد داریم، خب یا مثال روی 19 فروردین سعی میکنیم که از خواص شمس استفاده بکنیم و میایم چیکار میکنیم؟ از اشکال سبعی که به عنوان شکل اسم اعظم پذیرفته شده بین شیعه ها سعی میکنیم که از اون نوشته ها استفاده بکنیم. درست شد؟ یا اقوام خاصی، زمانهای خاصی از تاریخ یک سال نسبت به حرکت های کواکب در یک مواقع یک تعداد چیزهایی می نویسیم که دوست داریم از خواص اونها استفاده بکنیم. این میشه چی؟ این میشه کنترل خواص خوب یا بد کواکب. درست شد؟ حالا ما قراره در طول دورمون 7 تا حجاب داشته باشیم که به عنوان حجاب احجاب سبعه پذیرفته میشه برای 7 کوکبی که جرم دارند، مثل قمر، زهره، زحل و امثال هم که دوستان بهتر میشناسند. یک تعداد نوشته هایی است در ساعات خاص، در ایام خاص که بیشتر باهاتون صحبت میکنیم. برای جلسه آینده قراره که ما ساعاتی کواکب رو بشناسیم، یک کوچولو ورود پیدا کنیم به احجاب سبعه، چون میدونم شاید بعضی از دوستان دوست ندارن که زیاد با این موضوع سر و کار داشته باشن. احجاب سبعه رو که تموم کردیم وارد بخش استرلاب و ادامه تفسیرمون میشیم که از مباحثمون دور نمونیم. حالا پیشنهادم به دوستان اینه که جزوات قبلی که براتون فرستادم نسبت به جایگاه طالع در خونه و یا حرکت بروج در خونه های مختلف یا حرکت سیارات در خونه ها که چه احکامی دارند برای خودشون تمرین انجام بدن و چارت اقوام نزدیکشون یا فرزندها یا همسرتون یا حالا هر کس دیگه یا دوستتون، هر کسی که ممکنه، خب یک چارت تولد تهیه کنید نسبت به اون و نسبت به جزوه هایی که تا الان براتون فرستادیم مقایسه بکنید و ببینید که چقدر درسته و یا غلطه اون چیزی که در آسترولوژی داریم در موردش صحبت میکنیم. آیا این شخص واقعا این خصوصیات که در جزوه نوشته شده رو داره یا نه؟ خب و این رو امتحان بکنید، نه روی یک نفر، حداقل روی 10 نفر امتحان بکنید، ببینید که آیا این خواصی که در جزوه ها نوشته شده نسبت به حرکت بروج یا سیارات روی یک برج، روی یک خونه، خب آیا واقعا درست هستن یا نه. و حالا با اینکه خواص ها زیاده، ما فقط بخشی از اونها رو فعلا آوردیم برای شما.
ولی خب باز این تمرین خیلی خوبه، یه ذهنیت خوبی برای شما میده که در ادامه تفسیراتمون موضوعات رو متفاوت تر بکنه. موفق باشید.